سلام بچه، خوش اومدید به ویدیوی دیگه. خب چی بود؟ خب یه آلبوم خریدم و 2 چمس و 3 هیروز. اول چمس ها رو بیدیم باز کنیم. من برم قیچی بیارم. خب بچه ها قیچی رو بردم بدیم ببریمشون. میبرم و ندیده در میارم. بچه ها پای خیلی سر و صدا بود، مجبور شدم بیام بالا باز کنم. خب بچه ها اینا رو داریم که اومدم بازش کنم که باز نشد. بله باید برم کامل بازش کنم. من برم باز کنم. خب ببینید چی در میاد از تو این چمس. کارت خوب میاد فکر نکنم کارت خوبی نبود. برچسبش هم از این بهتره. کدش برا شما بچه، هر کدوم خواستید کدش رو بردارید برا خودتون. بعدی به جاش این ویدیو رو لایک کن جان مادر. بریم اینو باز کنیم. مثلا نمیخواد اینطوری باز میکنیم دیگه. همیش به سختی میشه. تو گفتم که خونه جدید ما ببینیم خوب در میاد. خوبه تقریبا. برچسبش بده. چون بریم سراغ هیروزاش 3 چون اینا بهترین رنگای هیروز. بالا همیشه هیروزه. این رنگی ها رو بردارید. کلند شیلدی ها رو بالا بردارید. بیشتر موقع من سیلورام رو بالا دیگه در رو بردم و از این نظر میگم. خب بچه ببینید چی در میاد. کلاب و ریال مثل آره یه کلاب و یه رالی خوبه دیگه. من زیاد فوتبالی نیست. اینا برچسباشون بچه دم شما هم گرم که این ویدیو رو لایک میکنید. شانس هم به نظرتون خوبه آخری آلبوم رو بنازم فقط. خب ببینیم این رنگ دوم سیلور میکنم در بیارم. این برام چیز خوبی در اومد. پشمو 2 چیز خوب توی پک. بچه ها پک صورتی یادتون نره حتما بخرید. این شکلیه آقا کنید. حتما پک اینطور بخرید. نیمار بیسیک که خیلی همین 30 تومن بیشتر میارزه. اینم که 30 تومن بیشتر میارزه. 2 خوب توی پک برگام. حالا اینم که یکی از بهترین هست. میریم باز کنیم. فقط یه چیز خوب باشه. چرته رویاله برگام. بچه ها حتما نکنید. پک های محبوبی که من گفتم همیشه محبوبه. کد اینم برا شما همیشه محبوبه. دسته بندی کنم اون پک خوبا که گفتم چیزا خوب توشونه. بایستید که واقعا بهترین چیزا در اومد. بهترین چیزا ولی خیلی چیزای خوبی اومد. همینا رو میتونم بیشتر از 30 تومن بفروشمشون. رسود کردم خیلی خوبه که کسی نمیخره. نخریم. من برای ویدیو میخرم. بچه بریم آلبوم رو باز کنیم. بچه آلبوم هست که 2 کارت خوبم توشه. کاش یه چیز خوب باشه. بریم بازش کنیم. چسبش رو خیلی بده. چه چسبی داره. همش چسبه. بعدم چسبیده آقاجی جدا نمیشه. لعنتی نگاه. بعد از تلاش های بسیار بالاخره باز شد. بریم آلبوممو برای اولین بار آلبومم که هم کیمینی دارم تا حالا آلبوم نداشتم آنباکس کنم. بایستید ببینم.
کنم یه گوشه. آره از این دم میشدید سیت، از این دم میشدید یه ادوانس توشه. خب حتما دوتاش رو ادوانس دیگه ول کن، من امیدی ندارم اینم حتما ادوانس. الانگش تقریبا معلوم. حالا بریم ببین. برگم حد ادوانس خوبم سیلوره. همین که سیلور اومد خیلی خدا رو شکر داره. بچه هر روز خدا رو شکر کنید. شکر نعمت افزون کنید. من خدا رو شکر اینا رو میبرم. نگاه آخه نگاه. حتما خدا رو شکر رو بکنید. خدایا شکرت. یه بورسایی خوب و البته تقریبا خوب دیگه. به نظرم این تقریبا خوبه، به پای مسی نمیرسه. این سیلوره. از چه تو کامنت ها بنویسید کدومشون بیشتر که میرسه. خب معلومه سیلوره. یه چیزی بایستم این بیشتر میارزه. من که این نبود. این دوتا بیشتر میارزه یا این بیشتر میارزه یا این دوتا که کلابه که فکر نکنم. اینم که دیگه به پای این فکر نکنم. بیسیکه هیچی، بیسیکش رویالش خوبه، اینم بیسیکش هم خوبه. اینو کنید نهاره. اینا بهتر بود از اینا هم که اصلا اینا کمترین رویاله. اینا بیشتر میارزه با این بیسیکه که توی پک در آوردم، ولی این بهترین پک بود و اینم خیلی خوب بود. تا ویدیوی بعد بدرود.